قروتاب تاجیکی در آشخانه روفیه سفر و در بازار کبودی فروشی یا معروف به زیلیان بازار شهر الماتا اساساً خوراک‌های تاجیکی آماده می‌شوند. خوراک‌های ملی خودمان قرتاوای، اوتالاهای، ماستوواهای، اوگروهای، آشای، شورباهای، چیزی خودمان. چیزی همی تاجیکستان خودمان هم خیلی. یکان چی؟ بیش بر ما غریت. روفیه سفر و 30 سال پیش در روزهای جنگ شهروندی تاجیکستان مجبور شد به قزاقستان کوچد. 3 سال ایستاد و به تاجیکستان برگشت. اما تقدیر او را دوباره به شهر الماتا آورد. بعد 3 سال با پدرم کسل شد، با همراه پدرم بودگی. وقتی پدرم کسل شد دوباره اپراسیون زمینان سر شد. ما در همین دیگه بهار میریم، تابستون میریم همین قطعی ایستادیم. کی ها ایستادیم؟ من پدرم دودرم اما ایستادیم همیشه. روفیه سفر و 51 سال دارد و شوهر نکرده است. یک فرزند برادرش را به فرزندخانه گرفته است. اما تنهایی اراده روفیه را نشکست. سالهای اولی به قزاقستان آمدن اول در همین بازار الماتا روبندگی میکرد. سال 2000 این آشخانه را فعال ساخت. یگان کس من پول نگرفتم، یگان کس یگان چی نکردم، فقط خودم با همراه پدرم کردگی. اول بسیار بود داخلی دودرم بودن، هممون بودیم. حاضر 6 نفر تاجیک خودم. حاضر 6 نفر تاجیک خودم. یک تا کازاشکای تمام. دیگر نیست هیچ. Лепешка 250. رقیه آچیلدیeva یکی از کارگران آشخانه روفیه است. نیم سال پیش شوهرش وفات کرد و او همراه 6 فرزندش تنها ماند. وقتی مردکی مگذشته شد رفت دستگیری کرد، ما را نگه کرد، با این آورد اینجا جای کارش کار می‌گرفت. 6 ماه شد قطعی کودکام اینجا کار. کودکام هم یارم اینجا قطعیم کار می‌کنن. دخترچم کلانه که بچه‌م هم یارم گهنوش کار می‌کنیم همون کسا. هر روز معاش ما می‌تیم. همون چند سومه باشه معاش ما می‌تیم، با خوراکای کودکام می‌تیم می‌گیریم. دستی کمکی روفیه سفر و تنها به زنها محدود نشد. آشخانه او مکان زندگی تاجیکان و هم افغان‌هایی است که به الماتا آمده در کوچه ماندند. این زن شهروندی قزاقستان را دارد. در بازار کبودی فروشی شهر الماتا او را با نام روفه می‌شناسند. برخی ها در سیمای او به تاجیکستان بها می‌دهند. Это чайхана, это маленький кусочек Таджикистана. این چایخانه یک پاره خردی تاجیکستان است. برای آنکه در اینجا شما را صاحبخانه مهربان پیشواز میگیرد، خوراک‌های بالذت میپزد و از همه مهم قلبی بزرگ دارد. او همچون نماینده مردم تاجیکستان نشان میدهد که آنها چگونه مهربان و مهمان نواز هستند. Добром, гостеприимством и уважением.